سلام به دنبال کنندگان نات‌کوین ایران. خوش اومدین به یه ویدیو آموزشی دیگه. پازل همستر، کلید همستر یا مینی گیم همستر. اگر از علاقه‌مندان و دنبال کنندگان بازی همستر کامل هستین، این جمله‌ای که این روزا زیاد شنیدین و یا ویدیوهای مختلفی ازش دیدین. اما اصلا این کلیدها چی ان و چه کاربردی دارن و اینکه سایت‌ترین روش استفادهشون چیه؟ توی این ویدیو کوتاه به قصد داریم کل این موضوع رو بررسی کنیم و به شما توضیح بدیم. این کلیدها رو اولین بار چنل اصلی همستر پستش رو زد و داخلش گفته شد که در آینده بسیار پرکاربرد خواهد بود. اگر یادتون باشه قبلا همستر گفته بود ملاک ایدرا و توزیع توکن ها، پرافیت و یک سری عوامل دیگر هست. بنابراین کلیدهای مینی گیم، پرافیت و هم اسکین هایی که جدیداً داخل بازی قابل خریداری شده رو نمیشه نادیده گرفت. خصوصا اگر واقعا برای این بازی وقت گذاشتین، پیشنهاد میشه حتما کلیدها رو هم روزانه دریافت کنید. اما این کلیدها رو چطوری میشه بگیریم؟ ربات روزانه حداقل فعلا هر روز ساعت 11:30 شب به وقت ایران رمز جدید مینی گیم رو داخل بازی قرار میده. بنابراین مهلت استفاده و گرفتن کلید فقط 24 ساعته، یعنی تا 11:30 شب فرداش. دقیقا مثل کد کمبو یا مورس، هیچ فرقی با اینا نداره. اما این مینی گیم یک تفاوت مهم داره و اینکه نسبتا در نگاه اول سخت‌تر از معمولیت‌های قبلی به نظر میرسه. ولی اگه راه حل تکمیل پازل رو داشته باشین، خیلی کارتون راحت‌تر میشه. ما هر روز راهنمای کد رمزها و پازل همستر رو روی یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام قرار میدیم. کافیه چند نوبت ویدیو رو ببینین تا الگوش دستتون بیاد. در کنارش هم یه ترفند بهتون میگم که بتونید خیلی راحت‌تر همزمان ویدیو رو داخل ربات هم مرور کنید و یا حتی همزمان با اون انجام بدید. در ابتدا فقط کافیه وارد ویدیو بشین و روی این سه نقطه کلیک کنید. وارد بخش سرعت میشیم. وقتی وارد بخش سرعت بشیم یه همچین صفحه‌ای به ما نمایش داده میشه. یکم سرعت رو کم می‌کنیم، حدود 7 دهم در ویدیو. اینجا من 3 دهم ویدیو رو کاهش دادم سرعتش رو و به 7 دهم آوردمش. بعدش از قابلیت مینی پلیر تلگرام استفاده می‌کنیم و روی این گزینه می‌زنیم. اینجا می‌خوام بهتون نشون بدم که این اصلا کار سختی نیست و میشه انجام داد. مینی پلیر مثل خود پلیر، هر کاری تو پلیر اصلی انجام میدادین رو مینی پلیر هم قابل انجامه. روی پلی کلیک می‌کنیم و همزمان اینو استارت می‌کنیم. می‌بینین که خیلی راحت میشه همزمان انجام داد. خیلی راحت ما کلید رو گرفتیم و بعد از این طریق میبندیم. همونطور که مشاهده میکنین کلید گرفته شد. یک راه دیگه این که بتونیم این کلیدها رو بگیریم اینه که از طریق بخش پلیگراند واردش میشیم و بازیایی که خود همستر باشون همکاری داشته رو وارد اونها میشیم و با انجام اون بازی‌ها کدهایی رو دریافت میکنیم که در این بخش وارد میکنیم و بعد به ما کلید میده. فعلا تنها بازی که در دسترسه بازی دوچرخه سواریه که بازی خیلی راحتی است و لینک دانلودش رو داخل کپشن براتون قرار میدیم. دقت داشته باشین که کدهایی که داخل این بازی به ما میده یک بار مصرفه و همچنین ما پیشنهاد میکنیم فعلا در این بازی با VPN وارد بشین. وقتی وارد بازی میشین یه همچین صفحه‌ای به شما نمایش داده میشه. روی این گزینه کلیک میکنیم و بعد حدود 10 دقیقه بازی کردن دوباره به این صفحه میایین و همونطور که میبینید اینجا یک نقطه قرمزی هست، روش کلیک میکنیم و بعد همونطور که میبینید اینجا به ما کد پرومو رو داده. وقتی روش کپی بکنیم کد برای ما کپی میشه. همونطور که میبینید من کد رو اینجا پیست کرده بودم قبلا. بعد وارد بخش همستر میشیم، روی این کلیک میکنیم و بعد کد رو پیست میکنیم. به همین راحتی کلید به ما داده شد. و دوستان من یه توضیح هم راجع به پست آخر همستر به شما بدم. همستر گفته که ما نظرات زیادی راجع به بخش جدید یعنی همون پلیگرام دریافت کردیم و میخوایم به شما توضیحاتی بدیم. گفته اول از همه که کاری که شما داخل بازی میکنین فقط به میزان توکنایی که قرار بهتون داده بشه ربط داره، نه اینکه به توزیع توکن. گفته یعنی ما به همه، فقط نه با تا به همه بازیکنان واقعی توکن رو میدیم. فقط شما این که مثلا جایزه روزانه‌تون رو دریافت میکنین یا کد مورسا رو میزنین و دیلی کمبو رو میزنین، اینا ممکنه مثلا به شما توکنای بیشتری داده بشه. و یک چیز دیگه این که گفته که هیچ بخشی از بازی اجباری نیست و فقط مثلا بخشای جدیدی مثل پلیگراند بازی رو قرار دادن که نحوه دریافت توکن برابر بشه برای همه بازیکن‌ها و همه بازیکن‌ها شانسی برای دریافت توکن داشته باشن. چیز دیگه که گفته اینه که
نظرات بازیکن‌ها رو شنیده که گفته آقا این چه بازیه، پر تبلیغه این بازی که همین الان بهتون نشون دادم، و گفته که به زودی تغییراتی توی بخش پلیگراند ایجاد میکنن و به جای اینکه بازی‌ها حالت تبلیغوار داشته باشه، یک حالت گیم پلی داشته باشه که و شما فقط با بازی کردن بتونید کد رو دریافت کنید. راجع به ایدراپ هم گفته که دارن روش کار میکنن، در حال تلاشن تا ببینن چطوری میتونن این ایدراپ رو انجام بدن. نکته دیگه دوستان، من یه اخطاری به شما بدم، اینه که حواستون باشه این کلیدایی که اخیراً همستر میده قضیهش مثل ایدراپ پیکسل ورس نشه. پیکسل ورس هم اول میگفتن فقط تعداد سکه ها و کارتایی که دارین مهمه، بعد یکی دو هفته آخر یه بخش لول آورد و آخرش هم بر اساس همون ایدراپ رو داد و ما خواستیم به شما این اخطار رو بدیم که حواستون رو سر این کلیدا جمع کنین و ترجیحاً این همه وقتی گذاشتین حروم نشه. توی قسمت بعدی این برنامه قرار اعلامیه مهمی از همستر راجع به رودمپ پروژه و اقتصاد توکنی همستر رو مورد بررسی قرار بدیم. همچنین در مورد برنامه‌های بعدی همستر و به ادعای خودشون نحوه توزیع بزرگترین ادرار به تاریخ صحبت خواهیم کرد. اگر از این ویدیو راضی بودین خوشحال میشیم با لایک کردنش اون رو به دست افراد بیشتری برسونید. خوشنود باشین. شما رو به خدا میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.